به نام خدا دوستان سلام، امید است که جور صحتمند باشید. خوش آمدید به یک برنامه دیگه ما. دوستان قسمی که میبینین فعلا آشپزخانه هستم. باز میخوام که یک غذای جدید آماده کنم، یک غذای پاکستانی. شاید همگی ما خوردیم دیگه میفهمیم. به نام پانی پوری که بسیار مزه‌دار است. در بازار است، خب بازار قصه‌ای نمی باشه، نمیخوریم که مریض نکنه و بسیار مش می داشته باشه. از این خاطر مخلوطیش پیدا کردم که همین خمیرش مسالجات کلش هسته که ایره در خانه خودم آماده کنیم. این فاکتک مساله میره پیش از پیش باز کردم. این هم خمیرش است. بازوز میکنیم میبینیم چه قسمی از ما تا پخته نکردیم، بار اول است دیگه. یک امتحان میکنم دیگه. موادایی که برش آماده کردیم کچالو است، نخود است، چقدر زیاد نخود است بچه از باید کچالو رو توتا میکنیم، کدی پیاز نخود یا مکس میکنیم، مساله مقامل داشتیم خزیات بی وقتی که بچه نمیخواه دیگه. باز اساسا جوش میکنیم، میریم که مادم چی میکنه و خیال مصروفه جوشیم دیگه. سلام دوستا، خدا کنه که هر جای دنیا که هستین خوش جور و صحتمند و سرحال باشین دیگه. بیننده ما باشین با یک ولاگ دیگه. ما دیگه قسمه که در برنامه دیگه هم براتون یادآوری کردیم، در خانه دیگه آمدیم کوچ آمدیم دیگه. در مطور گرمی و هوای بسیار خراب مجبور شدیم که بیاییم دیگه. اینا به خاطر که گرمی است نمیشه آدم که کار خود مسلسل یک دم پیش ببره، یعنی همه جای یک دفعه پاک کنه یا رسیدگی کنه. پاکاری بیایش خود کردیم و از پاکاری بیا خلاص دیم، منطقه نمی پرده و یکان کارهای خردریزی که مانده و اینمی را آیسته آیسته کم کم جور کردیم که امروز نوبت اینمی نصب کردن پرده بود که یکی گرمی است هیچ می کار دل آدم نمیشه نیم. گرمی زیاد است ما بالاش میرسه بلند است. این چرکی ها جای کابل بار نیست دوستا که خوب دیگه. اما که از این سر پاوی سر بند کنی دیگه همون که هست که گذرونی هست دیگه. مقصد روسی گفتم ایشه پرده بند شده بهش ما مسافریز دیگه آدم چقدر پرده و وسایل بخره والا دمو که یک شرایطی هستیم که معلوم نیست که یک روز می باشیم یا برهمیش می باشیم. هیچ اطمینانی نمی باشه آدم. به اون خاطر کوشش میکنیم که مطابق گزاره خود پیش بریم، گزاره کنیم مطابق توان خود پیش بریم. نمیتونیم در خانه که ما بریم پرده و وسایل نو بخریم و فرش ظرف خود نو کنیم، چرا که مسافر هستیم، بی وطن، بی خانه، بی انسان نمیشه که این مدت کمتر از یک سال این خانه سیومی بود که تبدیل کردیم دیگه. باید بر هر جای پرده نو، فرش نو، وسایل نو از عهده ما دور دیگه نمیتونستیم دیگه. از این پرده یکای خود استفاده میکنیم، اقتصادی است. چرا پرده ما نو از دیگه هم کنه نشده دیگه. ایفی ما میامد که بانیم و دیگه پرده بگیریم. به اون خاطر از این استفاده میکنیم انشالله که بد نمیگه. بیچاره از دست گرمی و تو بیال است. ایران نازه چی گفت بخی بچه فرم بخی بچه فرم خواست برد بانش که خواست بانشم بریم آشپزی کنه بیا دیگه بانشم میشه. بریم طرف آشپزخانه. اینجا یک قسم ایران ها کالا میکشه زمین جور میکنه. خیره دیگه بس کوتان یک دراز خیره چاره داره. اگر کوتان بود باز باید کوتان یک صدا هم هست شاید بگوین که کیفیت ویدیویتون یا تصویرتون صحیح نیست. به اندازه گرمی هست که دیگه براتون هیچ گفته نمیتونم و صدا هم که میایم هنوز هم آواز کم است. آواز ایسی است که دیگه اگر گل کنیم اینجا دیگه زرزر دوام میشه، یعنی از حال میریم دیگه. به اون اندازه گرمی دیگه بوده. اگر که یک شهر هست یک آواز میاد دیگه ببخشیم و بزرگواریتان بوده ناگزیر هستیم که آواز باشه با ما. اینی پکار گل کنیم، پکار کروشان باش فکر میکنی که در تیاره است. هوا هنوز کمش هست.
پای کچالو رو من اگه روغن هموندم که گرم شود ببینیم خمیر رسیده یه اولین بار است دوستا که پیاز غذای زور نداشته که گرمه این خدا کنه خوبش بیه اگر نامد دیگه چیز نگویم اولین بار چون در خانه جور کرده بودیم نی؟ در خانه خود ما آزی خمیر شکل چیز آماده میکردیم خمیر شک میشه در خانه آدم کنه چون دفعه جور کردیم بسیار خوب شد و میره که دقیقا ویدیو من در روغن که میپرکنم تو خوبش مثل دو پای میشنیم تو باشه اگر امتحان کنم فکرمی چی؟ شما میسنید؟ نه شما ایزه باش میگه کش کنم دگان بگیرم این رو پوست کنم یک چیزه که دگام داره او یک قسم چتنی گفت که می داشته باشن کدیش که میخورادن ماهی رنگ سبز نامشه نمیگم چی بگی نامشه نگو ایت نشته نیست باشه پیش کرده از چوش فری مثلا این گفته یک مساله هست در داخلش مساله گفته دیگه نگفته چی هست خیره یکی از این من داشتیم تو وقت مواد از این جور میکن قسمی نیست او مفتنی او را ماندم از خاطر که داغ یک نشانی نش حتما تون دامسی دیگه چیز از یا غذایشان کپش بنداز کپش؟ زیاد کن نشه ما خب چقدر مرس نمی کنیم به اندازه که چی کنم پس داخلش بکن تو این اینجا من احساس کردم باش خیلیش تماس بوی هم چوره برامد سمینه چوره نه هم چوره یاد پس چیزایی مرچ سیاه و چیزا داره بس سمخه به من اندازه کنید مشکی یکان قسمتش اینطور است چولگام چکر چکری سیاه داره بسیار تند معلوم میشه خوب تند است سعی سیدی یاده گونه ها پشتم غلیبه این حال روغن هم شده باشه یک دو میشه یکی شمی آزمایشی چرا شرست از این ایت یک بوی داره ایتر میگه همونطور خالی خالی خورده شرست میکنه باز خواهیز یک در دکان مفروشن که ازی چند مواد دیگر رو گت میکنن یک قسم ایتر که چه پاره است سرخ مگم یک مزه دیگر داره و یک قسم ایتر خمیر کار بریان میکنن در روغن رو مندازن بسیار چیز هست که واش باز هیچ خوش ما نمیه که میخوایم میگم واش هیت نندازیم بیخی مزهش فرق میکنه معلوم میشه صحیح داغ نشده او رو به می انداختم که باش اینجا نیست ببین خیلی زردولی خوش کن انجیر شد فکر چی خوب شد قاق شد قاقوله شد اینا که بکشیش خراب نکی نشی از که در دست خانم میکنیم خیلی به خانم باش حالی رو خریدیم بگرم ساییم نه دیگه صحیح نه اصلا روغنش چی هست ایره 5 دقیقه مانیم دیگه فکر میکنم از این زیاد نمیشه من بسیار خود نیست ایره البته روغن یخ انداخته بودیم کندی در یک کنه تشکیلی شدیم بسم الله
باید تو بالا بیه. چند بیاشه پشتو؟ یکی دیگه رو؟ اون نمیشه بخوامده. مگه میخوام روغن داخت باشه میتونی. یه از نمید بخورم کلان نمید. یا میشه. روغن سر گرفت. نه؟ کلان شدن. کلان شدن میدونم. پاپا رو باره. دوستا یام دیگه کچالوی جوش دادیش هست دیگه میده آدم میکنیم چارکن جگر قطش میکنیم خطکش بیارم؟ خطکش و پنسل کار هست پنسل پاک سکنی نرمه چه خوب شده؟ دیوام خوب شد کسایی که خوش داره دیگه جای تام خالی و دوستا می نمیکن باشه نگوی بسیار دیگه اولاد سمینه را پیاز خراب کرد بسیار تون من دیگه نمیتونم بود مانز بر من فرالو بالا اگر نمید شد هیچ من آواز نمیشنسیم حالا سیام کرد از اون مکس میکنی؟ یام پیازش خوب خوشبوی کشیده ایدو مواد که یک جای میشه که مساله بسیار دیگه دور از دل کنی یک چیز خوب جور میشه آرایش ها را خراب کرد زد ایدو هم کرده که چالو مکس کنم؟ نخواهد من چاش جور کردم چقدر شده نخواهد زیاد نیست نی؟ زیاد خیلی باش برش میرفت مرسی پرتم؟ مرسی زرچوبه پرتم؟ دیگه چی؟ مساله مش نداره یا؟ یا سرکه اینا رو دیگه خب اینو دیگه یک باشه کمان سرکم پرتوش بیه اینی پانی پوری رو من دیدم غذای چینایان میخورن از اینی بینور بینمک نمار چه مساله این قاشق رایی میمونم پس کنم رسم گردش سعی کنین دیگه روستا دور از لطان چیز شد یک بوی کشیده که دیگه بسیار فکر میکنی که دمی جوش هندوستان است دیگه از همه می جوش کراچی در کراچی در کلکتا اما تو یک بوی مساله برمون اینا دیگه آماده است دنی دسترخوان یاد مواد کنم سعی کنید دوستا چقدر خوب شده بالاخره و نتیجه رسیده جوینده یا بنده شد من دیگه دسترخوان رو سستوار میکنم باز میشنیم میخریم آماده شد دوستا دیگه کوی چیز آماده شد بسیار یک دسترخوان خلاص اگر گرم نیست ایشی ها نیستن چیزایی تند و تیز مزه میتنیم نه گرم نیست دیگه آن ما پخته کردیم بدون نمیشه خیلی خوردنش دیگه بخوریم چه قسمی مزیش هست ما یک بوتلای دیگه رو بردیم چیزایی که در سوپ مفته باش میشه مزیش اینیم باش داره کن دستی خوبتر است
چوی پیسه یادم آمد دخلک پیسه را که سراخ میکنم میگم پس دوستا داخلش می‌دازیم که سرچاو که دوچاش ما اقتصادیستیم مشکلی زیاد پر نکنم مزی هم اندازم هر به هر چی که می‌دازیم نیم از اون اصلا اگر کشون از این؟ از هرمون میگه بعد ما میگه چه نسوار کشون چون نسوار موجوده که قسم نیست چه نسوار رنگ نسواری ده خیلی میکنه این تو میشن؟ نه باش نریزه نه این در از نیام تشریفات زیاد است باش که مزدار میگه اینه دیگه دوستا این یک چیز آماده شد از من سه چیزا داره زمینه یک چیزا داره که بیخی دیگه کپی اتار نیست خوبی که ما بکنم دخل تو بکنم بسیار مزه داره جایتان خالی دوستا دوستان دویزتان بسیار مزه دار شدن بسیار کم است چون دیش دی نیست تنها مثل همبوچیگکایی که میخوردیم مسالگک ها در بابا همچورک میگفتن اما قسم مزیش از بسیار کمک تندک از خمیر دیگر قسمی دیدیم سعی کنیم این پاپا را جور کردن این پاپرکای رنگه که هستن در روغن مفتاد رنگه اصلا خسابت هست شکل سادهش هست من بسیار مزدار میاد خصوصا که این نخواد این چیزا حتما در خانه یک بار امتحان کنید حتما خورده باشین هم دوستا پیش از یان دیده چی نیست؟ در بازار هست خب مزید بازار دیگر قسمت سوی چیز که آدم در خانه جور میکنید کل موادش بدل خواهدن و دیگر قسمی باز من از این چیزا کرداخت میگم مزید شده چند جورتر بودم این پاکت های زیاد در فروشگاه آنلاین هم هست در فروشگاه هایی که کلان باشه دیگه هست هم میتونید پیدا کنید بسیار مثلا داره است که من دیگه خوردم میرم دیگه اون یکی خواهم تو چشک بود دیگه اینا رسلی شروع میشه دیگه دوستا لایک کنین نظریاتتان بنویسید سابسکرایب کنین منتظر برنامه های ما باشین چرا که یک مدت طولانی نبودیم خوش که برنامه زیادتر داشته باشین دیگه ایام خدا کنه خوشتان آمده باشه تا برنامه بعد خداحافظ